به نام خداوند دانا و توانا. درود بر ناجی بشریت و الگوی انسانیت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد درس‌های ریاضی صنف هشتم خوش آمدید. پدر است که بیا هم د توان د قانونونو په هکله بحث لرو. در جلسه قبلی قوانین توان در حالت تقسیم را خواندیم و حالا در تمرین یک سلسله سوالات هم گفته شده. این سوالات را یک بار راهنمایی میکنیم، بعد درس ادامه میدهیم. خب سوال اولی را که شما میبینید، سوال اولی را اینجا که نوشته شده در اسکرین شما میبینید. این سوال چگونه حل میشه؟ قوانین تقسیم است، حالت تقسیم است. نوشته میکنید 1/2 به توان 4 در صورت و در مخرج هم نوشته میکنید 1/2 به توان 3. 13 به توان 7 در صورت نوشته میکنید، مخرج نوشته میکنید. مثل از این حل میشه. سوال بعدی که سوال سوم است، سوم هم همین قسم حل میشه. نوشته میکنید که از 12 به توان 6 5، 12 به توان 6 منفی 5. صورت اول به مخرج منفی میکنین. این 6 سوال تمامش همین قسم حل میشه. ولی سوال ششم فرق داره. سوال ششم از قانون دیگر حل میشه. او قانون چی بود؟ اینجا ببینید قاعده ها مختلف، توان ها مساوی است. یا ما آسانه دیگه چی کار میکنین؟ 6 تقسیم 2 میکنین، کل به توان 3 نوشته میکنین. به قسم اختصارش میکنین، اختصاروی بالاخره مساوی میشه 3 به توان 3 یا 27. این به قسم شد. و موضوع دیگر گفته با مثال واضح سازید. اینی موضوع را گفته با مثال واضح سازید. این کدام موضوع است؟ گفته این موضوع را به قسم گفته که مساوی نمیشه. این را با مثال واضح سازید. چگونه با مثال واضح ساخته میتونیم؟ مثلا به قسم به مثال میگه در این حالت اولش، مثلا 2 به توان 4 منفی 2 به توان 3. این که ساده کنی چند میشه؟ 2 به توان 4 میشه 16. 16 منفی 2 به توان 3 میشه 8. 2 به توان 3 میشه 8. این مساوی میشه به 8. حالا اگر این نظر به قانون در کتاب هم گفته که غلط است. این گفته با مثال واضح سازیم که غلطه. این اگر شما نوشته کنید 2 به توان 4 منفی 2 به توان 3، این نوشته کنید 2 به توان 4 منفی 3. این مساوی میشه 2 به توان 1، مساوی شد به 2. حالا این چی است؟ غلط است. اولی صحیح است ولی دومی تان غلط است. و به این قسم دیگه مثال ببینید. به این چه قسم مثال گفته کار کنید و این هم کم توضیح میدهم در می قسمت. حالا در مثال بعدی ببینید. و این گفته یک مثال شما نوشته کنید. دبل تا هم با یک مثال ولی که اینجا به این قسم مثلا ما داشته باشیم 5 منفی 3 کل به توان n مثلا 2 میگیریم، 3 میگیریم، هر چیز که گرفتیم مهم نیست. مثلا 3 میگیریم، هر عدد که گرفتیم، 4 گرفتیم، 5 توان هر چیز که باشه. این ما که حل میکنیم 5 منفی 2 5 منفی 3 چند میشه؟ 15 نداره کم که 2 پاتی که 2 به توان 3. 2 به توان 3 میشه 8. 2 را 3 دفعه ضرب کنی یک حالتش که به این قسم شد. حالا اگر نظر به این طرف مساوات کار کنیم، نظر به این قسمت کار کنیم، دی مساوات د شکل به این قسم اگر کار کنیم، به این قسمت این را نوشته کنیم مثلا 2 به توان چند 2 به خب به این قسم نوشته کنیم. آیا میشه یا نمیشه؟ در پایان نوشته میکنیم و قسمت به این قسم مثلا نوشته میکنم. همین سوال در پایان میگیم 5 به توان 3 منفی چند به توان 3 منفی 3 به توان 3. 5 به توان 3 معنیش از 5 3 دفعه ضرب کنین. 15 به توان دری معنی در 15 دری دفعه ضرب کنین میشه 125 منفی 3 به توان 3 27. حالی را منفی کنین، منفی که کنین میشه 98. اته نوی کیگی. اینجا جواب چند شد؟ 8. پس این قانون غلط است، مساوی نیست. و یک موضوع را متوجه باشین.
در اینی که حلقه کردم این طریقه غلط است. این طریقه غلط است. دا طریقه غلط. استاد محترم ډیر زیات وبخښئ تاسو غږ نشته بند ده. طریقه سمه ده خو مساوي کېدای نشي. ډیر زیات وبخښئ تاسو غږ بخي ونه استاد محترم ډیر زیات وبخښئ. صدای من تمامتان نداشتین؟ او استاد محترم په اخر کې نور ټول پوه شو فقط چې اخري سوال د خودو چې طریقه غلطه ده د دې وروسته به نور بند سو. سمه. خب اینجا دقت کنین، ما در تمرین براتون توضیح دادم در تمرین کدام موضوع بود و این را براتون تشریح کردم که کدام مسائل موجود بود. باز هم در تمرین اینجا یک بار به طور کوتاه و خلاص خب تا کدام قسمت صدا خب تمرین براتون تشریح کردم، این تمرین راهنمایی کردم و اگر باز هم نفهمیدین در ساعت بعدی پرسان کنید خودتان ببینید موضوع مشخص شد. حالا با صدا تا کدام قسمت بود یا نبود او را میگذاریم کنار، حالا به درس میایم تمرین شما خودتان ببینید، تاسو خپل تمرین وګورئ بیا هم که ستونزم درلوده بیا پوښتنه وکړئ. به نام خداوند دانا و توانا. قانون توان عدد منفی. دی منفی توان قانون. قانون توان عدد منفی. خب عدد منفی را چگونه ما قانونش کار میکنیم؟ میایم به سلسله قوانین توان. در این قانون بحث مایی است که قانون عدد منفی. خب میگیم قانون توان و این قسم نوشتهش میکنیم که کوتاه و خلاص مفهوم درس بفهمیم. میگیم اگر یک عدد را معکوس بسازیم، اگر یک عدد را معکوس بسازیم علامه توان آن تغییر میکند. علامه توان آن تغییر میکند. کچیر یو عدد معکوس کرو دی توان علامه تغییر کوي. کچیر دی یو عدد معکوس کرو دی توان علامه تغییر کوي. اگر یک عدد معکوس بسازیم علامه توانش تغییر میکند. کچیر یو عدد معکوس کرو دی توان علامه تغییر کوي. مثال ترازو با مثال و قانون میگیم یک عدد معکوس بسازیم علامه توانش تغییر میکنه. خب دمی بحث میکنیم عدد منفی را از همین قانون کار میگیریم. منفی عدد هم د همدې قانون کار اخلو، یعنی کله چې توان منفی وسی د دې قانون کار اخلو. چگونه مثالش کار میکنیم؟ مثالو ترازو. مثلا دلته یو مثال لرو، مثال دسې لرو 2 په توان د منفی 3 دا مساوی کیږي. یک پشتو تشریح میکنیم، یک مثال یک دری مکمل بفهمید. دا مساوی کیږي اول د 2 مخرج سوده، د 2 مخرج ته ګور، د 2 مخرج یو ده، د 2 مخرج یو ده، نو لیکو دا مساوی کیږي 1 پر 2 په توان د 3. عدد معکوس شو او توان تغییر وکړ. اوس کدا سوال ته ادامه ورکو، یو خپل دا 2 په توان د 3 اته کیږي. مثال دوم سعی کنیم اگر به این قسم سوال داشته باشیم، مثلا 5 به توان منفی 4 داشته باشیم، این مساوی میشه به مخرج 5 چند؟ سوال مخرجش هم میبینیم، مخرج 5 1 است. چرا؟ ما میفهمیم عددی که توان مخرج نداره مخرجش 1 میشه، عددی که توان نداره توانش 1. پس این معکوس میشه، صورت در مخرج میره، مخرج در صورت میره، ولی علامه توان که مثبت منفی تغییر میکنه مثبت میشه، علامه تغییر میکنه. اینم که ساده کنیم میشه 1 بر 5 4 دفعه ضرب کنید، 15 3 دفعه ضرب کنید میشه 625.
مثال سوم ببینید، دریم مثال تا بگوریم. مثال سوم به این قسم است. مثلا مثال سوم و کمک متفاوت نوشته میکنیم. دریم مثال تغییر ورته و دریم مثال تا مثال سوم و به این قسم نوشته میکنیم که باشه مثلا 2 به توان منفی 3 و 5 به توان منفی مثلا باشه منفی 4. این مساوی میشه، معکوس میسازیمش. دا معکوس او میگیم 5 بره در صورت توانش و 4 و در مخرج میاد 2 توانش 3 میشه، مثبت میشه. پس این میشه 5 به توان 4 625 و 2 به توان 3 8. پس یک عدد که معکوس بسازیم توانش علامش تغییر میکنه. نو کله چې یو عدد معکوس کړو د توان علامه تغییر کوي. حالا نوبت شماست که این بحث یک بار به طور کوتاه تشریح کنید، بعد درس ادامه میدهیم. کسایی که میتونند تشریح کنند آنها دست خود بلند کنند. یسرا داودی تشریح میکنه. فکر کنم مشکل مایک یا اینترنت داره. طیبه صافی. سلام استاد محترم او خصوص سلامونه. مثلا کله چې موږ عدد معکوس کوو نو د علامات من تغییر کوي. لکه په لومړي مثال کې 2 په توان د منفي 3 او په هر عدد چې مخرج ونه لري مخرج یو دی او هر عدد چې توان ونه لري توان یو دی. دا چې کله موږ مثلا معکوس کوو نو یو صورت وړو او 2 چې دي دا بیا مخرج ته وړو چې علامه تغییر کې مثبت باندې اوړي. او استاد محترم د دې نه وروسته بیا د بله مرحله باندې لکه پوه شم سمه ده. دا بله مرحله لکه پخوا دا ساده کوو. این مرحله بعدی را مثل سابق کار میکنیم. مثلا 2 به توان 3 را چه رقم ساده میکنیم؟ میگیم مساوی 2 ضرب 2 ضرب 2 3 دفعه. این را که ضرب کنیم 8 میشه. او همدارنگه 15 په توان د 4 معنی لري 15 ضرب 15 ضرب 15 5 را 4 دفعه ضربش میکنید. پس این را ساده کنیم 2 به توان 3 میشه 8 و 5 به توان 4 میشه 5 ضرب 5 25 25 ضرب 5 125 125 ضرب 5 625. این مثل سابق ضرب میشه. خب حالا مثال دیگر هم کار میکنیم. بل مثال تا هم رازو مثال های متفاوت دیگر یک مثال دیگر هم کار میکنیم. بعد میایم در سوالات کتاب یا بل مثال هم کار که و بیا رازو دی کتاب سوالونو تا یک مثال دیگر با توضیحات کار میکنیم. خب این مثال را سعی کنیم. مثال به این قسم است. مثلا به ما میده که x به توان منفی 2 y به توان منفی 3. طریقه کوتاهش چیست؟ لنگ طریقه داده چی تاسو ولی که دسته وای در صورت ببرین توانش 3 و اکس در مخرج برین توانش 2. این طریقه سادهش است. اما بعض اوقات شما با یگان نفر روبرو میشید که میگه تیز پیدا که از کجا شده ثبوت کو به ما از کجا کردی عدد. خب بگو به این طریقه پیدا میکنیم. میگیم طریقه دومش به این قسم است. نوشته میکنیم x به توان منفی 2 و y به توان منفی 3. دا مساوی کیږي په این مساوی میشه په مخرج هر کدامش چند است؟ x به توان منفی 2 و y به توان منفی 3. مخرجشان چند است؟ مخرجش یک است. به خاطر که مخرج نداره مخرجش یک است. دی دوی مخرجونه یو دی. پس کی مخرجش یک ایده جدا جدا ساده میکنیم. بیل بیل دا ساده کوو. در صورت x و یک جایش تغییر میکنه. دا تغییر او یک میره در صورت و x مربع میاد در مخرج. و در مخرج چی میشه؟ مخرج که هم یا زی صورت تا y په توان د مثبت 3 مخرج تا تغییر میکنه به این قسم. این که تغییر کرد حالا ادامه میدهیم. اینجا یک کسرالکسر شد. دا یو کسرالکسر شد. په اساس کسرالکسر حالا سادهش میکنیم. د کسرالکسر په اساس دا ساده کوو. دور ضرب دور لره ضرب لره یعنی y به توان 3 ضرب 1. دور ضرب دور در صورت و نزدیک ضرب نزدیک در مخرج
نگده ضرب نگده مخرج خیلی کو. نزدیک ضرب نزدیک در مخرج x مربع ضرب 1. پس حالی را که ساده کنیم y به توان 3 ضرب 1 میشه y به توان 3 و x به توان 2 ضرب 1 که x به توان 2. با این قسم هر دو جواب ما یک چیز حاصل میشه. اون طریقه سادهش این هم طریقه که مراحلش باید در نظر بگیریم. اوس هم بیادیتا سوار در نوبت شما هست که یک خواهر ما ایره تشریح کنه امی سواله. امی سوالت تشریح میکنه؟ بله یسرا داودی تشریح کنه. استاد محترم ببخشید امی قسمت آخرش مدرس نفهمیده میشه امور از اون قسمت کسر و کسر کردین امور یک پروگرام تشریح بکنیم. خب درسته. در کسر و کسر چی کار میشه؟ قسمت کسر و کسر گفتیم در این قسمت. پیش از اینکه کسر و کسر بیایم این قسمت رو ببینین. در این قسمت چی شد؟ در این قسم گفتیم که توان منفی است. این دو تا معکوس میشه. یک میاد در صورت و x مربع در مخرج میره. علامت تغییر کرد. علامه توان منفی بود در مخرج آمد مثبت شد. و در پایان در مخرج ببینید y به توان منفی 3 بر 1 است. هر عددی که مخرج نداره مخرجش 1 است. پس y میاد در صورت در مخرج ببینید y آمد در مخرج توانش شد مثبت ولی 1 رفت در صورت. پس علامه ها تغییر کرد. اینجا کسر الکسر شد. کسر الکسر چی را میگه؟ کسر الکسر میگیم دور ضرب به دور. کسر الکسر حالت است که در صورت هم یک کسر باشه در مخرج هم. ساده سازی کسر الکسر دور ضرب دور در صورت نوشته میشه. دورها کجاست؟ y به توان 3 و 1. این دو تا دور هستند. دور ضرب دور در صورت y به توان 3 ضرب 1 و نزدیک ضرب نزدیک حاصلش هم در مخرج نوشته میشه. نزدیک ها چی است؟ x مربع و 1. x مربع ضرب 1 حاصلش هم در مخرج. بالاخره ضرب کردیم حاصل شد. و حالا این درس هم منیره رحمانی تشریح میکنم این مثال. ما اینجا سوال داشتیم که x منفی 2 بر y منفی 3 به طریقه میشه. طریقه سادهشی بود که ما امیر خودش هم میگیریم معکوس میکنیم مخرج در صورت میبریم و علامه توانا رو تغییر میدهیم و علامهشان اینجا تغییر میخوره. و طریقه دومشی بود که مساوی میکنیم ما ایره به طریقه کسری نشته میکنیم. صورت در مخرج بله x منفی 2 را میگیریم و در پایان هم y منفی 3 را میگیریم که اینا مخرج نداره مخرجشان 1 میباشه. و بعد از او هم او را میریم دوباره جایهایشان را معکوس میکنیم. x در مخرج میگیریم و 1 در صورت بازم پایانش هم معکوس میکنیم. a را در مخرج میگیریم و y در a را در صورت میگیریم. یک در صورت میگیریم و y در مخرج. بعد از این کسر الکسر میکنیم. دور با نزدیک با نزدیک و دور با دور. y ضرب 3 ضرب 1 بر یکی بر x ضرب 2 ضرب 1 مساوی بشه بر y بر 3 یا y به توان 3 x به توان 2. خب درست از دقیق تشریح کردین و این قانون هم فهمیدیم. حالا در کتاب میایم مسائلی که در کتاب است. حالا با این میایم که نتیجه چی میشه. خب قوانین تکرار به طور کوتاه گفته در این قسمت و بالاخره اینجا قانون است. این مثالش هم ما کار کردیم. گفتیم اگر یک عدد معکوس بسازیم علامه توانش تغییر میکنه که در کتاب هم اینجا براتون مثال ها را کار کرده. شما میتونید مثال های مختلفش را کار کنید. یک مثالش را سعی کنید ایره معکوس ساخته. مثال بعدیش هم اینجا براتون نوشته کرده. بل مثال دلتا تصدیلی کلیده. پس این قانون بود که یک عدد معکوس بسازیم علامه توانش تغییر میکنه.
شما این سوالا را حل میکنین. کار خانگیتان تمرین صفحه 28. تمرین صفحه 28. تمرین صفحه 28 یک موضوع. تمرین 28 اتیوشتم صفحه تمرین دیتاس لومرای کار خانگی ده. تمرین صفحه 28 و موضوع دیگر. این موضوع را هم ببینید که گفته طاقت نماهای کسری و قوانین آن. قانون حالت تقسیم خواندیم. قانون حالت تقسیم خواندیم و جذر را هم در روزهای اول خواندیم. اینی درس هم تکراری است. قانونای جذر را ما خواندیم. قانونای توان در حالت تقسیم هم خواندیم. اینی درس هم تکراری هست. قبلا ما خواندیم مسائلش را براتون تشریح کردیم. شما باز هم این تمرین هم کار کنید. صفحه رو ببینید درسایش. اگر کدام سوالش هم مشکل داشتین باز میتونه پرسان کنین. میتونه پرسان کنین و سوالات مختلف پرسان کنین. یعنی صفحه 30 را هم فعالیت هایش ببینین. ولی درس اصلی ما تمرینش این تمرین صفحه 28 است. شما اینها را هم ببینین. باز هم اگر سوال داشتید میتونه پرسان کنین و درس هر روز تکرار کنین. سوالاتتان حل کنین و یادتان باشه ریاضی بهترین و آسانترین مضمون است به شرط از اینکه راهش پیدا کنید و راهش از ذهنتان فکر کنید. حتما 100% راهش پیدا میکنید. تا درس دیگر خداحافظ.